سلام برعکس، چطورید؟ خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. اگه عاشق دنیای وحشت و فیلمای ترسناک باشید، حتما همتون تا الان یک بار اسم فیلم کانجرینگ رو شنیدید. داستانایی که اد و لورن راجع به اونها نوشتن و این فیلم ها از اونها اقتباس گرفته شده. ولی بیایید بررسی بکنیم که ببینیم توی سری آخر د کانجرینگ، یعنی د کانجرینگ لاست رایت، چه اتفاقاتی رو ما قراره توی دنیای واقعی شاهد اونها باشیم و فیلم بر اساس اون اتفاقها ساخته شده. پس اگه دلت میخواد اسپویل نشی، این ویدیو رو کلا رد بکن، چون قراره به تک تک اتفاقات واقعی این فیلم که هنوز نیومده ولی توی واقعیت اتفاق افتاده بپردازیم. و اگه برات جالبه تا انتهای ویدیو با من همراه باش. The Conjuring Last Rite، آخرین قسمت از فیلم کانجرینگ. جالبتر از همه اینه که بدونید این قسمت هم برگرفته از پرونده های واقعی اد و لورن وارنه که در طول زندگیشون با اونها مواجه شدن. داستان کانجرینگ لاست رایت حول محور خانواده‌ای به نام خانواده اسمرل میچرخه، ولی میخوایم جز به جز بررسی کنیم که اینها کی بودن و چه اتفاقی رو تجربه کردن و چجوری پای اد و لورن به این داستان ها باز میشه. داستان از سال 1973 شروع میشه. یه خانواده معمولی به اسم اسمرل تصمیم میگیرن که از یه منطقه شلوغ‌تر به یه خونه دوتایی آروم توی شهر وست پایتسون پنسیلوانیا نقل مکان کنن. گفته شده که طرف دیگه این خونه هم پدر و مادر جنت زندگی میکردن. خونه قدیمی بود ولی گرون نبود. محلش خیلی آروم بود. اونا فکر کردن بالاخره میتونن زندگی که دوست دارن رو بسازن. ولی هنوز چند ماه نگذشته بود که یه چیزایی شروع شد. اولش چیزای کوچیکی بود، مثل صدای تق تق توی دیوار، یه شب صدای کشیده شدن چیزی روی زمین میومد، یا صدای ناله یک نفر. جنت اینجوری میگفت که اول فکر کردیم شاید مشکل از لوله ها باشه یا مثلا موشی، ولی یه چیزی فرق داشت. این صداها هوشمندانه بود، یعنی از قبل یکی تصمیم میگرفته که این صداها رو ایجاد بکنه. توی سریای اول د کانجرینگ هم اد و لورن وارن همیشه توجیه اولشون این بود که خونه یا قدیمیه و به خاطر لوله کشی هایی که داره ممکن آب چکه کنه و موش هایی که رد میشن باعث میشن فشار به این تخته ها بیارن و صدایی توی کل خونه ایجاد بکنن. پس اینا هم اول به ذهنشون رسیده بود که شاید خونه به خاطر اینکه قدیمیه و لوله کشی قدیمی داره، به خاطر اینه که آب چکه کرده و از اون لوله ها و باعث شده که این صداها توی کل خونه پیچیده بشه. الان فشار پا، ولی وقتی آب از تو لوله میاد به اضافه بادی که از پنجره شکسته میاد، این تخته آباد میکنه و به هم ساییده میشه. صداش تو کل خونه میپیچه میره داخل شوفاژ. ولی ماجرا به اینجا ختم نمیشه و دائم شدید و شدیدتر میشه. یه شب جک از خواب میپره، میگفته که حس میکرده کنار گوشش یکی داره نفس میکشه. رفت به جنت همینو بگه، ولی جنت هم ترسیده بود. میگفت همین الان یکی در اتاق باز و بسته داره میکنه. بعدش بوی گندی شبیه به بوی گوشت فاسد شده یا تخم مرغی که سالهاست گندیده بوده ناگهان کل خونه رو میگرفته و بعد چند دقیقه ناپدید میشده. بعد صداها قوی تر میشدن، مثل صدای فریاد. یه بار مادر جنت گفته بوده که دیده سایه تیره مثل دود یا سیاهی از روی دیوار رد می شده و بعد نوبت به اشیا می شده، مثل افتادن قاب عکس‌ها یا خود به خود قفل شدن درها و یا حتی ترکیدن آب گرم کن و بعد حمله های فیزیکی. تمام این موارد توی د کانجرینگ یک اشاره‌ای بهشون شده. توی ویدیویی که براتون این بالا مارک میکنم برید ببینید که من یه سکانسی رو از د کانجرینگ 1 براتون گذاشتم که از صحبت‌های اد و لورن توی فیلم د کانجرینگ 1 که میگن چه اتفاقاتی توی زمان یک تسخیر میفته و باز هم بهش دارم اشاره میکنم. اینکه بوی گوشت فاسد شده میومده یا مثلا قاب عکس ها میافتادن، تمام اینها نشون دهنده فعالیت‌های ماورالطبیعه توی اون خونه بوده. ولی اون چیزی که توی این خونه بوده با تمامی اتفاقاتی که توی تمامی کانجرینگ ها دیدید فرق میکنه. این سری خانواده اصلی قربانی های واقعی نبودن، بلکه این شیطانی که اونجا زندگی میکرده یک هدف والاتر داشته، اونم نابود کردن اد و لورن وارن بوده. جنت میگفته یه بار تو آشپزخونه داشته ظرف میشسته که یه چیزی محکم پشتشو فشار میده به کابینت. جک توی حموم حس میکرده یکی دست انداخته دور گردنش و داره اونو خفه میکنه و حتی یکی از دخترها گفته بوده که یک زن با چشمای خونی بالای سرش بوده. هر بار که میخواستن به کشیش مراجعه بکنن یه چیزی توی خونه خراب میشده. یه بار تلویزیون میسوخت و یک بار ضبط صوتشون از کار میافتاده. اون موقع دیگه مطمئن بودن فقط با یک روح ساده طرف نیستن، یه چیزی بزرگتر، چیزی که نیت
پلیدی داره. اد و لورن وارن که محققای ماورالطبیعه بودن، بعد از اینکه این داستان به گوششون میرسه سریع به کلیسا اعلام میکنن که یه همچین اتفاقی داره میافته و با مجوز کلیسا تصمیم میگیرن واسه ایجاد یک مستند و گرفتن یک مستند از اون خونه وارد اون خونه بشن و ببینن چه اتفاقی داره اونجا میافته. همون لحظه که پا توی خونه میذارن، لورن اولین چیزی که میگه اینه یه چیز شیطانی اینجا منتظر ماست و عجیب تر این که انگار از قبل ما رو میشناسه. اد گفت موجودی که اینجا حضور داره فقط یه تسخیر ساده نیست، بلکه یه شیطانه که هدفش نابود کردنه، نه فقط ترسوندن. توی یکی از جلساتشون لورن گفت دیده که اون موجود خودشون رو هدف گرفته، یعنی خانواده اسمرل فقط یه تله بودن. دعوای اصلی این شیطان با خانواده اد و لورن وارن بوده. از قبل میدونسته که اد و لورن توی پنسیلوانیا ممکنه حضور پیدا بکنن، برای همین یه خانواده رو هدف قرار میده که اونا رو به اون سمت بکشونه. یه جور میخواسته که اون خونه حالت تله موش پیدا بکنه تا اد و لورن وارن رو اونجا نگه داره. چندین بار مراسم جنگیری انجام میشه، از آب مقدس استفاده میکنن، دعا میخونن و صلیب میذارن، ولی اون موجود برعکس تمامی اتفاقات گذشته هر بار قوی تر میشده. یه بار وقت دعا خوندن صدای قرش عجیبی از زیر زمین میاد، یه بار کشیشی که باهاشون بود یهو قش میکنه و یه بار دیگه لوستر وسط جنگیری به سمت لورن پرتاب میشه. یک بار اد گفت این موجود باهوشه، میدونه داره چی کار میکنه و به نوعی انتقام جوه. جنت از لحاظ روحی دیگه داشت از هم میپاشید، شبا گریه میکرد، دختراش تو اتاق میخوابیدن. پدرش گفت یه شب دید یه زن سفید پوش با صورت سوخته پشت در وایساده و هر بار از کنار در اتاقای دخترش رد میشده. حالا تا اینجا تمام اتفاقاتی بود که ما قراره توی The Conjuring Last Rites یعنی آخرین کانجرینگ شاهدشون باشیم. گرچه بچه‌ها ممکنه این اتفاقات همشون رو به این صورتی که دارم بهتون میگم نیارن و تغییراتی رو توی خود فیلم ایجاد بکنن تا فیلمو بتونن ترسناکتر بکنن، مثل خانواده The Conjuring 1 یا مثلا توی خانواده که The Conjuring 2 توی اون اتفاق افتاد. یک سری چیزهاش اضافی بود ولی خب یک سری چیزهاش هم واقعی بود و مستندات اون ضبط شده بود. این هم از این قضیه مستثنا نیست، اما کل این پرونده بر اساس مستنداتیه که اد و لورن ضبط کردن، یعنی بر اساس یک داستان واقعی. ما این بار دیگه توی کانجرینگ فقط اد و لورن رو نداریم، بلکه این سری افراد جدیدتر هم قراره توی فیلم اضافه بشه. طبق اطلاعاتی که من از داستانشون به دست آوردم و نمیدونم شاید توی فیلم این داستان رو نیارن و این تیکر رو تغییر بدن، اینه که ما قراره شاهد دیدن جودی یعنی دختر اد و لورن و داماد اونها یعنی تونی باشیم که یک سری اتفاقات حول محور این دو نفر میافته. و بچه‌ها اینم بهتون بگم که بعد مرگ اد و لورن تمامی اون موزه به دامادشون یعنی تونی میرسه که دیگه اونو بعد جابجا میکنن و وارد یک کشور دیگه میکنن اگر اشتباه نکرده باشم. توی تریلر فیلم ما یک سری سکانس ها رو میبینیم، یه دختری که دهنش مو در میاد، یا سقفی که داره فرو میریزه، یا یه دست قطع شده که تو خونه جابجا میشه. و از همه مهمتر اشاره های ریزی به فیلم آنابل، چون اونا میخوان این پایان یکم متفاوت باشه و نمادهایی از کانجرینگ یعنی دنیای کانجرینگ بهتره بگم توی آخرین قسمت هم وجود داشته باشه. بچه‌ها دنیای کانجرینگ فقط به کانجرینگ 1 2 3 4 وصل نمیشه، بلکه ما آنابل رو داریم، آمیتیویل رو داریم و لایورونا هم داریم. تمامی اینها داستان‌هایی هستند که حول محور اد و لورن وارن چرخیدن و تمامشون جزء داستان و یونیورس د کانجرینگ محسوب میشن و احتمالاً ما قرار شاهد یک سری از سکانس‌های آنابل یا اصلا شاید خود آنابل هم توی داستان باشیم که اگه باشه به نظر من داستان جذاب‌تر، دارک‌تر و حتی ترسناک‌تر هم میشه، ولی یه خورده داستان از اصلی بودنش خارج میشه و وارد یک بعد دیگه‌ای میشه. اما بیاید تاثیر روانیش هم بررسی بکنیم. به نظرتون اینجا ما فقط با یه ترس ساده طرفیم یا فقط صحنه‌های جیغ و جامپ اسکر، چیزی که تو تمامی فیلم‌های ترسناک وجود داره؟ ماجرای خانواده اسمرل واقعا یه کابوس روانیه. وقتی حتی وسایل خونه بهت حمله میکنن، وقتی بچت میگه یه زن خونی بالای سرشه و هیچکس باورش نمیکنه و حالا این فیلم پایانشو طوری ساخته که انگار اد داره آخرین نبردشو انجام میده. و در نهایت امیدوارم که از این ویدیو نهایت لذت رو برده باشید. و نکته آخر اینکه اد بچه‌ها توی دنیای واقعی زودتر از لورن از دنیا میره و لورن سال 2019 از دنیا میره که فکر کنم یکی از آنابل ها به اسم آنابل باز میگردد یه همچین اسمی داره، واسهتون فیلم عکسشو میذارم. این فیلم دیگه بر اساس با اینکه بر اساس واقعیتی بوده که خود لورن نوشته، اما این فیلم برای یاد بوده لورن ساخته شده بوده. امیدوارم که از این ویدیو نهایت لذت رو برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. با ویدیوهای بعدی میبینمتون. تا بعد.